درود دوستان، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از کانال بیداری و حقیقت. فکر کن یه روز از خواب بیدار شی و حس کنی انگار یکی دیگه یه نسخه نامری از تو پشت فرمون نشسته و تو فقط داری فرمون رو تکون میدی ولی مقصد رو اون تعیین میکنه. این حس برات آشنا نیست؟ خیلی همون فکر میکنیم که وقتی یه مسیر رو میریم، یه کاری رو انجام میدیم، همه اون تصمیمات رو خودمون در لحظه گرفتیم. اما اینجوری نیست. اون لحظه هایی که یه کاری میکنی، یه چیزی میگی، بعدش هم چی پشیمون میشی. میگی واقعا چرا این کاری کردم؟ این اصلا شبیه من نبود. این کار من نبود. خب حالا تصور کن یه روانپزشک اتریشی توی قرن 19 دقیقاً دنبال همین سوالا رفته. یه مرد سیبیلی بزرگ، کت سنگین هم میپوشیده، یه دفترچه پر از یادداشت هم داشته و اسمش زیگموند فروید بوده. خیلی همون شاید شنیده باشیم اسمشو. اون گفته که ما فقط یه قسمت کوچیک از خودمون رو میشناسیم. اون چیزی که ما بهش میگیم من در واقع نوک کوه یخه. بیشتر ما یعنی ناخودآگاه ما، اون زیره تو تاریکی دور از چشم ما. اما این فقط یه تئوری ساده نبود. فروید با جسارت گفت ناخودآگاه پر از چیزاییه که نمیخوایم ببینیم. تمایلاتی که سرکوب شده، خشمای قدیمی، زخمای کودکی و چیزایی که اگه رو بشن میتونن زندگیمون رو زیر و رو کنن. انگار ذهن ما یه صحنه تئاتر روشن و رنگیه با بازیگرایی که ما میشناسیم، مثل منطق، مثل تصمیم، مثل اراده، ولی پشت صحنه پر از کارگردانای پنهانیه که ما حتی نمیدونیم هستن. توی این قسمت از سریال های ضمیر ناخودآگاه قراره بریم سراغ فروید و بپرسیم ناخودآگاه از نظر اون چیه؟ چی باعث میشه ما یه سری خواسته هامون رو سرکوب کنیم؟ چرا بعضی خاطرات رو فراموش میکنیم ولی بدنمون هنوز بهشون واکنش نشون میده؟ این مفاهیمی مثل آیدی، ایگو، سوپر ایگو چطور با هم کار میکنن؟ با فروید همراه بشیم و ببینیم چطوری اولین چراغ‌ها رو توی ذهن روشن کرد و البته چطوری پایه‌گذار انقلاب بزرگی شد توی فهم ما از خودمون. خب رسیدیم به قسمت دوم از سریال های ضمیر ناخودآگاه. توی این قسمت میخوایم یه غول بزرگ رو کنار بزنیم و ببینیم فروید چی میگه درباره ضمیر ناخودآگاه. اگه یادتون باشه تو قسمت اول گفتیم ضمیر ناخودآگاه چیه و چطوری زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده. حالا میخوایم عمیق‌تر بشیم و وارد ذهن و نظریه های اون روانکاو مشهور یعنی زیگموند فروید بشیم. اول ببینیم فروید کی بود. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب بذارید یک کمی درباره خود فروید بگیم. این آدم پدر روانکاویه. حدود اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی میکرده و پایه های علم روانشناسی مدرن رو بنا گذاشته. نظریاتش هم گاهی بحث برانگیز ترین ها بوده و هنوز هم خیلی ها روش بحث میکنن، اما تأثیرش روی فهم ذهن و ضمیر ناخودآگاه بی‌نظیره. یه نکته هم اینجا بگم، تشکر میکنم از همه دوستایی که من دنبال میکنن و با من همراه هستن، سابسکرایب کردن. حالا اونایی که سابسکرایب نکردن سعی کنن ویدیوهای ما رو ببینن، گوش کنن، اگه دوست داشتن سابسکرایب کنن، با ما همراه بشن و این خانواده بزرگتر بشه، مطالب بیشتری گفته بشه داخلش، نظرات بیشتری، کامنت های بیشتری نوشته بشه و باعث بشه که در مسیر آگاهی و بیداری قرار بگیریم. یه نکته هم از حرفای من یکی یاد بگیره،
همونم خوبه. و همچنین نظراتی که شما میذارید، کامنتایی که شما میذارید، منم یه نکته ازش یاد بگیرم، خیلی خوبه برای من، باعث افتخار منه. برگردیم به موضوع. حالا از نظر فروید میخوایم ببینیم ذهن چجوریه. فروید ذهن رو به 3 بخش تقسیم میکنه. 1 آیدی، همون بخش غریزی و ابتدایی ذهن که دنبال لذت و ارضای فوری نیازاست. مثل یه بچه کوچیک که هیچی براش مهم نیست جز این که الان چی میخواد. در مورد غرایز دوست دارم یه ویدیو صحبت کنم، خیلی جالبه و بعضی وقتا ما میخوایم غرایزمون رو سرکوب کنیم. اینجا در موردش یه چیزایی گفته شده، ولی یه سری چیزها غرایز ماست. ما از انسان کشاورز تا مدرن خیلی سریع حرکت کردیم و یه سری غرایز رو با خودمون آوردیم، نمیتونیم سرکوبش کنیم. وقتی سرکوبش میکنیم مشکل برامون پیش میاد. الان این یکی از موردایی که میخوام الان اینجا توضیح بدم در مورد سرکوب خیلی از چیزها. خب دومیش میگه ایگو، بخش منطقی و واقع‌بین ذهنه که سعی میکنه بین آیدی و دنیای واقعی تعادل برقرار کنه، مثل یه قاضی که تلاش میکنه بهترین تصمیم رو بگیره. حالا ما در مورد ایگو صحبت کردیم، ولی الان در مورد نظریه ها و دیدگاه فروید میگیم. ما اون ایگویی که گفتیم کلی گفتیم. سومیش سوپر ایگوه، بخش اخلاقی و ارزش‌گذاری ذهنه که به نوعی نماینده وجدان و قوانین جامعه است. حالا بریم جلوتر. ضمیر ناخودآگاه در دیدگاه فروید. از نظر فروید ضمیر ناخودآگاه شامل بخش‌های زیادی از ذهنه که ما بهش آگاه نیستیم، اما خیلی روی رفتار و احساساتمون تأثیر میذاره. خیلی وقتا خاطرات، خواسته ها، ترس ها، حتی احساس گناه توی همین بخش جا خوش کرده. اون معتقد بود که خیلی از این محتویات ناخودآگاه سرکوب شدن، یعنی ما اونها رو نمیخوایم ببینیم یا قبول کنیم چون دردناک و غیر قابل تحملن. مثلا خاطرات تلخ کودکی، حسادت‌ها یا تمایلاتی که برخلاف ارزش‌های جامعه است. این یه جمله میشه باهاش 10 تا اپیزود درست کرد، اما سطحی همه این اپیزودها. اگه من بخوام در مورد اینا صحبت کنم همش سطحی میشه. ما اول ریشه رو داریم صحبت میکنیم. نمونه‌هایی از تأثیر ناخودآگاه رو گفتیم. یه چند تا نمونه از تأثیر ناخودآگاه بگیم از دیدگاه فروید. یه مثال خیلی معروف که فروید میزد این بود که رویا بود، یعنی خواب بود. اون میگفت رویاها دریچه‌ای به ضمیر ناخودآگاه هستن، یعنی وقتی خواب میبینیم ذهن آگاه کمی استراحت کرده و ناخودآگاه حرفش رو میزنه، اما به شکل رمزی و پیچیده. دومیش میگه لغزش زبانیه. مثلا وقتی کسی به جای مثلا سلام یه چیز دیگه میگه ناخواسته، و بعضی وقتا هم میتونیم بگیم اشتباهات روزمره. همه نشونه های هستن از ناخودآگاه، از قدرت ناخودآگاه. اینجا که گفتم سرکوب ها از نظر فروید، سرکوب و مقابله ذهنی چطوری اتفاق میفته؟ وقتی یه خاطره یا یه احساس ناخوشایند توی ذهن آگاه ظاهر میشه، ممکنه اون رو سرکوب کنیم، یعنی از آگاهی دورش کنیم و بندازیمش توی ناخودآگاه. این عمل به نظر خوب میاد چون از درد و ناراحتی جلوگیری میکنه، اما باعث میشه اون موضوع به شکل‌های دیگه‌ای ظاهر بشه، مثلا به صورت اضطراب، کابوس یا حتی بیماری‌های روانی. یه ذره مطالب فروید بریم جلو و در آخر میخوام در مورد همین سرکوب و رفتار صحبت کنم. حالا رابطه آیدی و ایگو و سوپر ایگو با ناخودآگاه چیه؟ آیدی بیشتر توی ناخودآگاه قرار داره، خواسته ها، نیازهای غریزی رو اونجا میذاره. ایگو توی نیمه آگاه و آگاه فعالیت میکنه و سعی میکنه بین خواسته های آیدی و محدودیت های دنیای واقعی تعادل برقرار کنه. سوپر ایگو
سوپر ایگو هم بخش‌هایی داره که تو ناخودآگاه قرار دارن و بخش‌هایی که آگاهند. وجدان ما از اونجا میاد. اون قسمت ایگو رو یه کوچولو بگم. میگه بین خواسته های آیدی و محدودیت های دنیای واقعی تعادل برقرار میکنه. بعض وقتا خیلی جاها میشنویم که از خیلی از کسایی که ویدیو پر میکنن و خیلی صحبتایی رو میکنن سطحی، حالا برای آرامش، برای خیلی چیزای دیگه، میشنویم که میگن که بذار کنار اینو، بدی رو بذار کنار، به خوبی فکر کن، به فراوانی فکر کن. من خودم شاید چند جا گفته باشم به این فکر کن که به خوبی برسی. چرا؟ چون ذات اصلی ما محدودیتی نداره. میگه به این میرسم. مثل اون بچه که اوایل دنیا میاد که گفتیم آیدی دیگه همه چیزش، اون محدودیت نداره. میگه من به این فراوانی میرسم، به این چیزی که میخوام میرسم. چرا؟ چون هنوز محدودیتی برای تعادلش نداره. ایگو میاد اینجا محدود میکنه، با دنیای واقعی میخواد تعادل برقرار کنه و جلوشو میگیره. بعضی وقتا ما میگیم برای رسیدن به خیلی از موفقیت‌ها نیازه که ایگو رو بذاریم کنار. ایگو دوست دارم یه کانال درست کنم فقط در مورد ایگو صحبت کنم و سوپر ایگو. خیلی حرف داره، خیلی کارا از دستش برمیاد و خیلی چیزا میشه در موردش گفت و باعث میشه خیلی ها به چیزهایی که دوست دارن برسن، حالا حتی میتونه آرامش باشه، از اون طریق برسن. امیدوارم دوستایی داشته باشم که همراهی میکنن که این کارو بکنم. اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید. حتی اگر یه نفرم باشه، من یه کانال راه میندازم که در مورد ایگو صحبت کنم، سوپر ایگو صحبت کنم. دوست دارم نظراتتون بدونم. خب برگردیم. تأثیر ناخودآگاه توی رفتارمون. اینم بگیم بعدش بریم اون سرکوب خیلی قشنگ توضیح بدیم. خیلی از رفتارهای ما مثل واکنش‌های ناگهانی که اتفاق میفته برامون، یا احساسات شدید، یا حتی تصمیم‌گیری‌های عجیب، ریشه توی ناخودآگاه دارن. ما بعض وقتا اصلا نمیفهمیم چرا یه جور دیگه احساس میکنیم یا چرا این تصمیم‌ها رو گرفتیم، ولی ناخودآگاه اون رو درخواست کرده و ساخته. حالا بریم از دیدگاه فروید در مورد روش‌های فروید برای کشف ناخودآگاه صحبت کنیم. فروید چند تا روش برای دسترسی به ناخودآگاه استفاده کرده. یکیش تفسیر این خواب هاست، دیدن نمادها و معانی پنهانی که توی خواب هست. 2. آزادسازی بیان. وقتی آدم بدون سانسور حرف میزنه، میتونه اون نشون دهنده تداعی آزادسازی بیانه. و 3. هیپنوتیزمه که روشی برای دسترسی به خاطرات و احساسات سرکوب شده است. و این ستا رو دوست دارم در موردش صحبت کنم. مخصوصا تفسیر خواب خیلی قشنگه و خیلی هم فکر میکنن خرافاتیه، ولی اینجوری نیست. میرسیم به یه جایی که اون خواب یه دلیل خیلی قشنگی داره که ما این اتفاق برامون میفته. آزادسازی بیان، برید با خودتون یه جای خلوت صحبت کنید. بعضی وقتا ما یه سری چیزا رو سرکوب میکنیم، نمیذاریم، با خودمون هم حتی صحبت نمیکنیم در موردش، ولی آزاد کنید. هیپنوتیزم هم خیلی عالیه. یه دوست دارم که این کار رو انجام میده و شاید تونستم که ازش بخوام برای ما صحبت کنه در موردش و بهمون بگه چطوری این کار میشه انجام داد و چه چیزهایی رو میتونیم ببینیم، چه خاطراتی رو میتونیم مشاهده کنیم و اونو یه ویدیو پخش کنم. خیلی قول دادم تو این ویدیو، جالب بود. مدتی بود که اصلا قول نمیدادم تو ویدیو چه چیزی رو درست کنم، چه در مورد چه چیزی صحبت کنم، ولی الان چند تا قول دادم. باید گوش کنم بعدش و درست کنم، چون وقتی میشینم اپیزود پر کنم یه نکته برداری دارم و در موردش همینجوری صحبت میکنم و بعدش باید گوش کنم ببینم چه قولایی بهتون دادم. بریم یه جنبندی بکنیم این دیدگاه فروید و اینجا، بعدش بریم تو قسمت‌های بعدی. دیدگاه فروید درباره ضمیر ناخودآگاه میتونیم بگیم یکی از اولین و مهمترین تلاش‌ها برای درک ذهن پنهان بوده. این بخش از ذهن رو به عنوان منبع اصلی بسیاری از احساسات، رفتارها، مشکلات روانی معرفی کرد و روش‌هایی رو برای کشفش معرفی کرد. حالا بریم توی قسمت همون سرکوب در ناخودآگاه. گفتم توضیح بدم.
مفصل میخوام توضیح بدم. سرکوب یکی از کلیدی ترین مفاهیم توی نظریه فرویده. خیلی ساده بگم، سرکوب یعنی این که ذهن ما یه سری خاطرات، احساسات یا افکار رو که دردناکه یا غیر قابل تحمله قفل میکنه و میذاره توی ضمیر ناخودآگاه. انگار یه صندوقچه است که ما کلیدش رو گم کردیم، پس دسترسی بهش سخت یا اصلا ممکن نیست. این موضوع باعث میشه ما آگاهانه از وجود اون خاطرات یا احساسات بیخبر باشیم. ممکنه این خاطرات مال نسل‌های گذشته ما هم باشن، کلی داریم میگیم، اما اونا هنوز توی ذهن ما اثر میذارن و ممکنه به شکل‌های مختلفی خودشون رو نشون بدن. چرا سرکوب اتفاق میفته اصلا؟ اینو بگیم، ما آدما ذاتاً دنبال آسایش و دوری از دردیم. وقتی چیزی که دیدیم یا تجربه کردیم خیلی آزاردهنده باشه برامون یا برخلاف ارزش‌ها و اصول و باورهای ما باشه، ذهن ما اون رو به ناخودآگاه میفرسته تا باهاش روبرو نشیم. این دفاع روانی باعث میشه که ما به ظاهر راحت تر باشیم، اما در واقع مشکلاتمون رو سرکوب کردیم. یه جور بمب ساعتی که ممکنه هر لحظه منفجر بشه. یه چند تا نمونه بزنم از این سرکوبا. فرض کن یه نفر توی عمق وجودش یه ترس بزرگ از مرگ داره. نه اینکه دائم بهش فکر کنه، نه، اتفاقاً این فکر خیلی ترسناک و سنگینه. مغزم میاد اون رو میذاره توی صندوقچه ناخودآگاه، درشو قفل میکنه، کلیدش هم میندازه توی ذهن. اما چی میشه؟ همین آدم ممکنه بی دلیل اضطراب مزمن داشته باشه، شبا خواب مرگ ببینه، یا وقتی یکی مریض میشه اونقدر وحشت کنه که انگار خودش داره میمیره، یا حتی رفتار وسواسی پیدا کنه. دائم دمای بدنش رو چک میکنه، از دکتری به دکتر دیگه میره، دنبال رژیم‌های سالم خوری میگرده، اونم افراطی، دنبال رژیم‌های روانپزشکی و روانکاوی میگرده، دنبال آرامش و آسایش پیش دکترها میگرده، چون ضمیر ناخودآگاهش داره از ترس مرگ اون پشت بی صدا فرمون میده. یا یه مثال دیگه بزنیم. یه فردی که توی گذشته کسی رو از دست داده یا تجربه طرد شدن داشته باشه، به شدت از دست دادن عزیزاش براش سخته، اما چون نمیخواد این ترس رو حس کنه، چون دردناکه، چون آزاردهنده است دیگه، ناخودآگاهش اونو سرکوب میکنه. حالا توی رابطه‌های جدیدش به شدت کنترلگر میشه، دائم پیام میده ببینه طرف مقابلش کجاست، چیکار میکنه. اگه جوابشو دیر بده ذهنش سریع پر از فکر منفی میشه، یا برعکس کلا نمیذاره کسی نزدیکش بشه که مبادا از دستش بده. خودش نمیدونه چرا اینطوریه، ولی در واقع اون ترس سرکوب شده توی زندگیش از پشت صحنه داره همه چیز رو کنترل میکنه. یکی دیگه مثال میزنم مخالف این. فردی که از یکی خوشش میاد، اما چون تو خانواده بزرگ شده که ابراز احساسات رو بد یا خطرناک میدونه، ناخودآگاهش میگه نه خطرناکه، اگه بهش بگی یه اتفاق بدی میفته. پس چی میشه؟ اون حس علاقه، عشق یا اون تحسین رو سرکوب میکنه. بعد طرف مقابل که میاد جلوش ممکنه شروع کنه به سرد رفتار کردن یا حتی مسخره کردن، در صورتی که درونش داره، قلبش داره میترکه. این مثالا دقیقا نشون میده که چطور احساسات سرکوب شده توی ناخودآگاه، مثل بمب بی صدا عمل میکنه. نه اینکه نابودش کنه، ولی میتونن مسیر زندگیش رو ناخودآگاه منحرف کنن. بعضی وقتا هم همینها باعث میشن که یه جایی نتونه لفظشو، نتونه حرف زدنشو کنترل کنه و یه دفعه یه حرفی رو بزنه. اینم از ناخودآگاه یه دفعه میاد بیرون و ممکنه از طرف خوشش میومده، سرکوبش میکرده، ولی یه جا یه دفعه حرفشو بزنه.
خب حالا ببینیم فرایند سرکوب توی مغز چجوریه. تحقیقات عصبی روز به روز داره ثابت میکنه که بخشای مختلف مغز توی سرکوب خاطرات نقش دارن، مثل قشر پیشانی که مسئول تصمیم گیری و کنترل احساسات، به نوعی مسئول جلوگیری از ورود اطلاعات به آگاهیه. در مقابل هیپوکامپ اطلاعات رو ذخیره میکنه اما اجازه نمیده همش به ذهن آگاه بیاد. حالا میخوام بگم که تفاوت سرکوب با فراموشی چیه؟ سرکوب یعنی خاطره یا احساس یا فکر که هنوز توی ذهن هست ولی از دسترس آگاهی خارج شده. اما فراموشی وقتیه که یعنی اطلاعات به طور کل حذف شده یا از بین رفته. و در مورد سرکوب و سلامت روان هم یه چیز بگم. سرکوب بلند مدت باعث میشه مشکلات روانی مثل اضطراب، افسردگی یا اختلالات روانی ایجاد بشه. فروید معتقد بود که بیشتر بیماری‌های روانی ریشه در سرکوب‌های ناخودآگاه دارن. یه نتیجه گیری کنیم. سرکوب یه مکانیزم دفاعی حیاتی ذهنه که به ما کمک میکنه از فشارهای روانی شدید فرار کنیم، ولی اگر کنترل نشه و این خاطرات سرکوب شده رها بشن میتونن به شکل‌های متنوع و پیچیده زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. از دیدگاه زیگموند فروید، سرکوب یکی از اصلی ترین مکانیزم دفاعی روان ماست. توضیح دادیم. یعنی ذهن آگاه یه خاطره یا یه میل دردناک رو که غیر قابل قبول براش میزنه کنار و میفرسته به ناخودآگاه تا از رنج و اضطراب جلوگیری کنه. اما این احساسات که سرکوب شده حذف نمیشن. اونا توی ناخودآگاه میمونن و بعداً خودشون رو نشون میدن به صورت اضطراب، ترس‌های بی‌دلیل، وسواس‌ها، خواب‌ها، لکنت زبان‌ها، فوبیاها یا حتی بیماری‌های روانی خودشون رو نشون میدن. توضیح دادیم تا اینجا چجوری سرکوب‌ها به وجود میاد. حالا این راه حلش چیه؟ چند تا نمونه رو از نظر فروید بررسی میکنیم. یکیش روانکاویه. راه حل اصلی فروید همون روشی بود که خودش ابداع کرد. یه فرایند درمانی که توش فرد با یه روانکاو وارد گفتگو میشه و با تکنیک‌های مثل تداعی آزاد و تحلیل رویا کم کم محتواهای ناخودآگاه میاد بالا و آگاه میشه. 2. تداعی آزاد. بیمار هر چی تو ذهنشه بدون سانسور میگه. این حرفا ممکنه عجیب، بی‌ربط یا ناخوشایند به نظر برسن، ولی دقیقاً همون چیزایی هستن که از ناخودآگاه دارن میزنن بیرون و همین اینها باید مشاهده بشه. 3. راه حل تحلیل رویاهاست. رویاها به زعم فروید شاهراهی به ناخودآگاه هستن، چون توی خواب سانسور ذهنی کمرنگ میشه و سرکوب‌ها خودشون رو با نمادها و داستانهای عجیب نشون میدن. با تحلیل این خوابها میتونیم بفهمیم چه چیزهایی سرکوب شدن که گفتم باید یه ویدیو داشته باشیم در مورد تحلیل خوابها و رویاها. و 4 مواجهه با تعارضها. وقتی چیزی از ناخودآگاه به سطح میاد باید بتونیم باهاش روبرو بشیم بدون قضاوت، بدون ترس. این یعنی درک کنیم که چرا سرکوب شده و چطوری میتونیم با پذیرش یا بازنگری اون بخش از خودمون رو دوباره بپذیریم. همون میل سرکوب شده ممکنه بعداً خودش رو به شکل رفتارهای عجیب مثل حسادت، انتخاب شریکای نامناسب یا اختلالهای روانی یا ترس توی رابطه ها حتی نشون بده. با روانکاوی اون میل سرکوب شده میتونه آگاه بشه، پردازش بشه و تأثیرش کمرنگ بشه. حالا این قسمت راه رهایی رو جمع‌بندی کنم. باز دوباره از نظر فروید راه رهایی از سرکوب‌ها اینه که بفهمیم چی رو قایم کردیم، بعدش هم
اجازه بدیم از ناخودآگاه بیرون بیاد با تحلیل رویا، با تداعی آزاد و خیلی چیزایی که الان توضیح دادیم. بعد از اون بدون سانسور باش روبرو بشیم و در آخر دوباره اون بخش رو توی روانمون جا بدیم. وقتی این مسیر رو طی کنیم دیگه اون بخش سرکوب شده زندگیمون توی سایه کنترلمون نمی‌کنه، بلکه با آگاهی ما یکی میشه. مهمترین دیدگاه فروید اینه که ما اون چیزی رو که توی ناخودآگاه فرستادیم بتونیم بیرون بیاریم و مشاهدهش کنیم، یه بازنگری کنیم و دوباره برگردونیم به همون جا، ولی دیگه با آگاهیمون یکیش کرده باشیم. نظریه فروید نسبت به ضمیر ناخودآگاه خیلی بزرگتر از یه ویدیو 30 دقیقه‌ایه. نیاز زیاد در موردش صحبت کنیم و اگر برای شما دوستان نظریه فروید جالب بود، من میتونم توی قسمت‌هایی که شما میگید بیشتر صحبت کنم توی ویدیوهای دیگه. این پایان قسمت دوم از سریال های ضمیر ناخودآگاه بود و ویدیو بعدی میشه قسمت سوم و دیدگاه کارل یونگ. و میدونم شما دوستان دوست دارید بدونید که نظریه کارل یونگ در مورد ضمیر ناخودآگاه جمعی چیه که همه ما به صورت یه شبکه ممکنه باهاش در ارتباط باشیم. پس نیاز ویدیو بعدی از سریال های ضمیر ناخودآگاه رو حتما گوش کنید. خوشحالم من دنبال میکنید، خوشحالم که به حرفای من گوش میدید و اگر نظری، کامنتی، چیزی دارید میتونید برای من بنویسید و من رو خوشحال کنید. به پایان این قسمت رسیدیم. بدرود، بیدار جستجوگر بمان.